کتاب صوتی الهام فرشتگان، نوشته دایانا کوپر. فصل 13. سلسله مراتب فرشتگان. در کل دو نوع حرکت تکاملی مارپیچی به شکل موازی وجود دارد. یکی از آنها عبارت است از خط انسانی که از ذهن خداوند می آید و به شکل زیر رشد و تکامل می یابد: قلمروی جامدات، قلمروی نباتی، قلمروی حیوانی، قلمروی انسانی، انسان متعالی، انسان متعالی راه یافته به منبع الهی. هر یک از این قلمروها در درون خود سلسله مراتب و فرکانس هایی دارند. انسان‌ها چند بعدی هستند و تمام این سلسله مراتب را در بر می‌گیرند. قلمروی جامدات در بعد اول عمل می‌کند. این قلمرو جایی است که اندیشه‌ها و عقاید جدید جوانه می‌زنند و شکل می‌گیرند. قلمروی نباتی برای رشد نیاز به نور دارد و در بعد دوم رشد و تکامل می‌یابد. در این مرحله دریچه‌ای به سوی دانش معنوی گشوده می‌گردد. انسان‌هایی که فقط به واقعیت فیزیکی اعتقاد دارند و بعد معنوی و روحانی را قبول ندارند، در بعد سوم یعنی قلمروی حیوانی قرار می‌گیرند. حال در میابیم که ما در زمانهای بسیار زیادی تغییرات و فراز و نشیب‌های زیادی داشته ایم. تعدادی از مردم نیز قلبشان را گشودند و آگاهیشان را بالا بردند و به تعدد زندگی نباتی رساندند. در نتیجه زمین به سوی بعد چهارم خود پیش رفته است. همه این ارتعاشات برتر کم کم بر انسان اثر می‌گذارد، اما اگر جریان برق خیلی قوی باشد لامپ می‌سوزد. اگر انسان برای مرحله بالاتری از وجود آمادگی نداشته باشد و بخواهد از آن مرحله عبور کند، زندگی برایش راحت نخواهد بود. کسانی که هنوز در فرکانس و ارتعاش سطح پایین زندگی می کنند، درک فرکانس سطح بالاتر برایشان سخت و متحیر کننده خواهد بود. افرادی که در بعد چهارم هستند، چاکرای قلبشان را می گشایند، زندگی های گذشتهشان را به خاطر می آورند و سعی دارند تا حوزه آگاهی معنویشان را گسترش دهند. بعضی از کسانی که از این مرحله عبور می کنند و عشق را تجربه کردند، همچنان به عنوان راهنما به مردم روی زمین کمک می کنند. راهنمایان سطح بالاتر از ابعاد و فرکانس های بالاتر می آیند. هدف شما در زمین باید این باشد که تبدیل به یک انسان بعد پنجم شوید و قدم در مسیری گذارید که مسیر عروج و صعود حضرت عیسی به آسمان بود. ممکن است شما به درجه تعالی برسید و تبدیل به کسی شوید که همه درس‌هایش را در این سیاره فرا گرفته است. در این صورت می توانید بهشتی بر روی زمین خلق کنید. پس از مرگ نیز شما همچنان به رشد و تکامل ادامه خواهید داد و ابعاد بالاتری را تجربه خواهید کرد تا اینکه آمادگی بازگشت به خداوند را پیدا کنید. دومین سیر تکاملی از قلب خداوند نشأت می‌گیرد که به ترتیب زیر است: قلمروی عناصر طبیعی، فرشتگان، شامل فرشتگان نگهبان، کمترین سیر تکاملی را در بین فرشتگان دارند. فرشتگان مقرب، صدرنشینان، مقتدران، فضلا، امرا، سلاطین، کروبیان یا ملائک مقرب، سرافها. قلمروی عناصر طبیعی شامل پریان، اجنه، دیوان، ارواح دریازی، پریان دریایی و غیره است. اینان عناصر اولیه نامیده می شوند، زیرا فقط از عنصر اتر ساخته شدند و اثیری هستند و ما نمی توانیم آنها را مشاهده کنیم.
وظیفه آنان مراقبت از قلمرو طبیعت است. عناصر هوازی مثل پریان از گلها مراقبت می کنند. رنگها را با یکدیگر می آمیزند و موجب شکوفایی و بوی خوش آنها می شوند. عناصر خاکزی مثل اجنه، جنهای کوتوله و بسیاری موجودات ریز دیگر مسئول نگهداری از کریستال‌ها، شنها، خاک و جواهرات در دل زمین هستند. عناصر آبزی مثل پریان دریایی، ارواح دریازی و موجودات دیگر که در آب زندگی می کنند به موجوداتی که در آب زندگی می کنند کمک می نمایند. عناصر آتشی سمندر نام دارند و در زمین از آتش مراقبت می نمایند. موجودات عنصری و طبیعی به افکار انسانها پاسخ می دهند. زمانی که ما در طبیعت یا مثلا باغ منزلمان مشغول پرورش گیاهان هستیم و کار می کنیم، البته بدون استفاده از ضد آفتها، پریان به ما کمک می کنند. یا مثلا وقتی سمندرها عصبانی می شوند، کنترلشان را از دست می دهند و در نتیجه آتش سوزی روی می دهد یا مهار آتش از عهده خارج می شود. زمانی که ما انسان‌ها زمین را خاک برداری می‌کنیم، درختان را قطع می‌نماییم، بوته‌زارها را از بین می‌بریم، آب و هوا را آلوده یا کوه‌ها را منفجر می‌کنیم، موجودات عنصری و اولیه‌ای که از اینها مراقبت می‌کنند و دنیای طبیعی را حفظ می‌نمایند، نمی‌توانند به درستی کارشان را انجام دهند و در نتیجه ناامید می‌شوند که چرا نمی‌توانند رشد و تکامل یابند. اگر انسان‌ها به طبیعت و موجودات آن احترام بگذارند و قدردان آنها باشند، می‌توانند با موجودات عنصری همکاری کرده چیزهای فراوانی در قلمروی طبیعت خلق کنند. پایین‌ترین مرتبه فرشتگان آنهایی هستند که از انسان‌ها مراقبت می‌کنند و گزارش‌های شخصی ما را ثبت و نگهداری می‌کنند. اینان فرشتگان نگهبان ما هستند. در کنار اینها میلیون‌ها فرشته دیگر هستند که همواره به سیاره ما فرستاده می‌شوند تا در تغییر موجودات از یک بعد به بعد دیگر به آنها کمک کنند. فرشتگان مقرب به اندازه ظرفیت کل کیهان خدمت رسانی می کنند و مسئولیت دیگر فرشتگان و فرشتگان نگهبان بر روی زمین با آنهاست. مرتبه بالاتر از فرشتگان مقرب صدرنشینان هستند. آنها موجوداتی نورانی و درخشانند که مسئول حفظ روستاها، شهرها، اماکن مقدس، کشورها، ملتها، همکاری و تعاملات بزرگ، مکاتب بزرگ و هر گونه کار بزرگ و مخاطره آمیز می باشند. در این دوره صدرنشینان مجبورند که خیلی سخت کار کنند. آنها در قلبشان طرح کلی و کامل الهی از هر پروژه یا شهری را نگاه می دارند. بسیاری از بیمارستان‌ها مثل شهرهای بیروح و خالی از احساسند تا مکان‌های آرام برای پرستاری و مراقبت و شفای بیماران. صدرنشینان سازماندهی چنین مکان‌هایی را بررسی می‌کنند. اگر فکر می‌کنید در چنین مکان‌هایی مسائلی نیاز به تغییر دارند، در زمان مناسب و خلوتی با صدرنشینان مسئول بیمارستان صحبت کنید و شرایط را توضیح دهید و احساسی را که دارید بیان نمایید. سپس دیدگاه و نظری واضح و روشن از آنچه را می‌خواهید در آن مکان مورد نظر پیاده شود با او در میان بگذارید. مثلا بخواهید که بهترین مکان برای سلامتی و شفای مردم باشد و بهترین امکانات را داشته باشد. این روش برای امور تعلیم و تربیتی، بازارهای بزرگ خرید، کشتیهای بزرگ و تجارتهای کلان نیز کاربرد دارد. شاید بگویید که چرا آنها از قدرتشان برای تغییر خیلی مسائل استفاده نمی کنند. این کار مثل این میماند که یک معلم بازی بین شاگردانش ترتیب دهد.
در واقع معلم مفهوم یک موضوع را کاملا درک می کند، اما به میزانی که شاگردانش آمادگی آن را دارند می توانند پیش بروند. هدف و دیدگاه صدرنشینان تکامل تدریجی کره زمین است، اما میبایست سرعتشان را با سرعت ارتعاشات ما تنظیم کنند و تا جایی که ما میخواهیم پیش بروند. صدرنشینان نیز مانند همه فرشتگان فقط میتوانند از انرژی بصیرت شما برای انجام دادن بهترین ها استفاده کنند. آنها قادرند قدرت افکار شما را برای ایجاد اندیشه های بزرگتر و والاتر در طرح نقشه جهانی به کار گیرند. کارما یوگا: افکار صلح، عشق، قدردانی و سپاسگزاری را به سوی عناصر موجود در قلمرو طبیعی ارسال دارید. دیدگاه درست و خوبی را که از شهرها، بیمارستانها، مرکز تعلیم و تربیت، دولت‌های منصف و عادل دارید، به سوی صدرنشینان ارسال دارید تا آنها بتوانند دنیای بهتری خلق کنند. پایان فصل 13. فصل 14. سلسله مراتب عالم بالا. مرتبه دوم از سلسله مراتب فرشتگان شامل مقتدران، فضلا، امرا، سلاطین، کروبیان و صراف هاست. مقتدران اربابان کارما و فرشتگان تولد و مرگ هستند. اربابان کارما موجودات عظیم و شأنی هستند که تمام وقایع مربوط به انسان، زمین و عالم را ثبت و ضبط می کنند. آنها تاریخ جمعی سیاره ما را ثبت می کنند و از روند آگاهی انسانی حفاظت می نمایند. کارما دقیقاً بازگشت همان چیزی است که در طول زندگی انجام داده و به سوی کائنات فرستاده اید و زندگی آن را به شما باز می‌گرداند. حتی جسمتان کارمای شماست. در واقع این همان سیستم بازخورد زندگیتان است. اعضای این هیئت 7 تن هستند و هر کدام منعکس کننده یک شعاع و پرتو می باشند که عبارتند از پرتو 1 هدایتگر بزرگ الهی، پرتو 2 الهه آزادی، پرتو 3 بانو نادا، پرتو 4 پالاس آتنا الهه حقیقت، پرتو 5 الوهیم ویستا، پرتو 6 کوانیین الهه رحمت و شفقت، پرتو 7 پورتیا سخنگوی هیئت کارمایی الهه عدالت. هدایتگر بزرگ الهی، او نماد اراده، قدرت و نیروی محرک است. او یک موجود متعالی کیهانی است که اختیار و قدرت قانون کیهانی را در این سیاره بر عهده دارد. بیش از 200,000 سال است که او پرتو نور جهانی را به سوی انسانها هدایت می کند تا این سیاره و دنیای طبیعی آن را از نابودی نجات دهد. الهه آزادی، پرتو دوم نماد عشق و خرد است. او حامل انرژی آزادی و برابری برای انسان هاست. بانو نادا، پرتو سوم از عشق و هوش و درک فعال است. او اغلب به رنگ صورتی، رنگ ملک مقرب شموئل و فرشته چاکرای قلب ظاهر می گردد. وقتی در انجام دادن کارتان خلوص نیت و هدفی متعالی داشته باشید، این فرشته از شما حمایت می کند. او در تجسم‌های زمینیش در مکاتب اسرارآمیز آتلانتیس، مصر و پرو بوده و کار این بانو تشویق و هدایت آنها به پیشرفت بوده است. پالاس آتنا چهارمین پرتو و نماد هارمونی و هماهنگی و برقراری صلح در وقت نزاع و ستیز است. زمانی او در تجسم‌های مختلف در آتلانتیس یک مادر روحانی بود. او همچنین دختر مورد علاقه زئوس و ملکه نفرتیتی بود. او حامل کیفیت متعالی و یکپارچگی و اتحاد در کره زمین است و به کسانی که اشاعه دهنده حقیقت هستند کمک می کند. الوهیم ویستا،
نماد پنجمین پرتو از ذهنیت عینی و ملموس است. همچنین او در هیئت کارمایی نماد الهه‌های خالق است. این الهه‌ها به اذن و اراده پروردگار آفریده شدند تا در ساخت شکل و فرم جهان به خداوند کمک کنند. آنها در این سطح زیر نظر فرشتگان مقرب کار می کنند و سازندگان جهان و سیاره ما هستند. الوهیم یعنی همه هستی خداوند. کوان یین از الهه‌های هندو نماد از خودگذشتگی، ایثار و ایدئالیسم است. او به الهه لطف و رحمت و مهربانی معروف است و نیرو و قدرتش برابر با نیروی مریم مقدس در غرب است. کوان یین عشق بی‌قید و شرط و مهربانی را در انسانها بیدار می کند. این فرشته در پاسخ به نیازهایمان دوباره شفا را به زمین بازگرداند. گفته می شود که کوان یین 1000 سال است که در چین تجسد می یابد. او مسئول تولد و شفا بر روی زمین است. او با پرتو تابان طلایی خرد، پرتو صورتی عشق و پرتو آبی قدرت کار انجام می دهد. بانو پورتیا نمایانگر پرتو هفتم از نظم و نظام تشریفاتی است. او سخنگوی هیئت کارمایی و الهه عدالت است. او تعادل بین شفقت و مهربانی و عدل و قضاوت را برقرار می کند و به کسانی که می خواهند قلب و ذهنشان را متعادل کنند کمک می کند. او همواره فیض و مرحمت منتشر می نماید. بر اساس تقسیم بندی الهی، کارمای بیشتر کشورها و نه همه تغییر شکل پیدا کرده است. البته این تغییر شکل در سطحی معمولی اتفاق افتاده است، اما باید در سطح فکری، احساسی و فیزیکی نیز رخ دهد. با لطف و مرحمت اربابان کارما، بسیاری از کارماهای فردی تغییر شکل یافته و از بین رفته است. بسیاری از مردم نیز هنوز بی‌دلیل در حال پرداخت کیفرهای کارمایی هستند، در حالی که این بدهی و کیفر منسوخ شده و از بین رفته است. دیگر شما مجبور به تحمل و کشیدن بار کارمایی و اشتباهات زندگی گذشته تان نیستید، مگر اینکه بر انجام دادن آن کارها اصرار داشته باشید. این عمل ارزش این را دارد که در حالت مراقبه و با احترام به اربابان کارما نزدیک شوید و درخواست کنید که اگر امکانش هست کارمایتان از بین برود. هرگاه تمام یا قسمتی از کارمایتان آزاد شود و از بین برود، در حقیقت مسیر زندگیتان آزاد می شود. زمانی که در یکی از کارگاه‌ها در حال انجام دادن مراقبه بودیم، اربابان کارما را ملاقات کردیم و از این طریق چنین اطلاعاتی را دریافت نمودیم. اربابان کارما خواستار آن هستند که همه دین‌های کارمایی را آزاد کنند، ولی انجام دادن یکباره این عمل سبب وارد آمدن صدمات بیشتری به بشر می شود تا منفعت داشته باشد. کارما در حقیقت یک تعدیل سازی و نظم است. تعدیل سازی در این کار لطف و محبت به بشر نیز محسوب می شود، زیرا سبب می شود که روح انسان به ورطه مشکلات عمیق‌تری نیفتد و یک سیستم پشتیبان محسوب می گردد. کسانی که به روح و عالم معنا اعتقاد ندارند، اگر محدود نشوند و آزاد باشند، صدمات بیشتری وارد می کنند. به یکی از اعضا در حین انجام دادن مراقبه گفته شد که هر چقدر ما این یقین را بپذیریم که سوای دنیای مادی جهان دیگری هم هست، بدهی‌های کارماییمان سریعتر تسویه می‌شوند. اربابان کارما به او گفتند که آنها می‌خواهند هرچه زودتر بدهی‌های کارمایی پایان یابند تا زمین پاک گردد و 5 پرتو بعدی بر این سیاره بیایند.
فرشته مرگ نیز به آن مرد گفت: من دوست دارم انسانها خودشان تا هر زمانی که می‌خواهند زندگی کنند و پس از آن خودشان به عالم بالا صعود نمایند و من نقش جانبی داشته باشم. همچنین به او گفته شد که سلسله مراتب عالم معنویت می‌خواهند ما صعود کنیم حتی فراتر از آنچه می‌خواهیم. آنها از ما درخواست دارند تا به کسانی که در مسیر زندگیمان قرار می‌گیرند القا کنیم طلب صعود کنند و اشتیاق آن را داشته باشند. اکنون دیگر آن زمان تمام شده و زمان آن رسیده طوری رفتار و زندگی کنیم که سیاره ما بتواند به ارتعاش و فرکانس بالاتری صعود کند. ما نیاز فوری داریم تا کارمای سیاره‌مان را پاک کنیم. به همین دلیل برخی افراد کارمای تصفیه نشده خانواده و کشورشان را به عنوان بخشی از کارمای جمعی به عهده می‌گیرند. یکی از مدیوم‌ها به دوستم گفته بود که عمه پدرش در انزوا به سر می‌برده تا خودکفایی و استقلال را بیاموزد. در حقیقت عمه پدرش کمتر از 1/10 آنچه را باید تحمل می‌کرد در طول زندگیش تحمل کرده بود تا درس بگیرد و دوست من در این زندگی موافقت کرده بود که بقیه درسی را که او میبایست از تنهایی و انزوا میآموخته و کارمایش بوده بر دوش بکشد تا کارمای خانواده‌اش را تسویه کند. او اربابان کارما را در مراقبه ملاقات کرد و از او درخواست کرد که کارما و بدهی خانواده‌اش از بین برود و چنین نیز شد و از آن به بعد او احساس خیلی بهتری داشت. در حین مراقبه راهنمایم گفت که خیلی مهم است دست جمعی مراقبه انجام دهیم و درخواست کنیم که کارمای مکانهای مختلف پاکسازی شود. به اربابان کارما نزدیک شوید، به آنها توجه کنید و تصور نمایید که درخواستتان را ستانده اید. سپس گروه فرشتگان را برای کمک به این جریانی که اربابان کارما هدایتگر آن هستند گسیل دارید. ما این کار را با چند صد نفر در لندن انجام دادیم و میلیون‌ها روح گم شده، کسانی که از دنیا رفته ولی هنوز در اینجا گیر کرده بودند، افرادی که سقط شده و آنهایی که از طریق مصرف الکل یا مواد مخدر همچنان در زمین مانده بودند، از این طریق آزاد شدند و به سوی نور حرکت کردند. همچنین یک ابر بسیار بزرگ از افکار و احساسات منفی از روی شهر برداشته شد. شما قدرت این را دارید که به تنهایی یا با دوستانتان این کار را انجام دهید. از فرشتگان بخواهید که در حین انجام دادن این کار شما را محافظت و یاری کنند. بالاتر از مقتدران فضلا هستند که پرتوهای بسیار عظیمی از نور را به سمت زمین هدایت می کنند تا تغییراتی را که امروزه در سطح آگاهی مردم اتفاق می افتد آسانتر نمایند. هنگامی که شما با آنها کار کنید، مقدار خیلی بیشتری از نور در اختیار همه ما هست. امرا گروهی از فرشتگان هستند که در سلسله مراتب فرشتگان سرپرستی درجات پایین تر از خود را به عهده دارند. آنها مجراهایی هستند برای افاضه برکات و رحمات الهی و به ما کمک می کنند که وارد حوزه‌های معنوی شویم. سلاطین آنها به طور مستقیم از منبع الهی نور و روشنایی دریافت می کنند. آنها خرد الهی را به سطحی که برای انسانها قابل قبول و پذیرش باشد تغییر و انتقال می دهند. آنها از سیاره زمین و بانوگایی‌ها که در اسطوره‌های یونان باستان الهه نگهبان زمین و مادر موجودات است، مراقبت و نگهبانی می‌کنند. کروبیان
فرشتگان خرد و دانایی هستند. آنان نگهبانان ستارگان، آسمان‌ها و عرش الهی هستند. سراف‌ها بالاترین مرتبه از سلسله مراتب فرشتگان هستند که جوهر وجودیشان از عشق خالص است. آنها با الوهیت محض احاطه شده‌اند و همواره در حال ستایش و عبادت خداوند و حافظ ارتعاش خلقت هستند. سراف‌ها انرژی الهی را که از منبع الهی سرچشمه می‌گیرد هدایت می‌کنند. کارما یوگا: در خلوت خود یا در جمع دوستان مراقبه و درخواست کنید که به اربابان کارما نزدیک شوید. ابتدا تصمیم بگیرید که به مکان، افراد یا ملتی کمک کنید. سپس به اربابان کارما بگویید که آرزو دارید انرژیتان را به آنجا یا به سوی آن افراد بفرستید. تصور نمایید که میلیون‌ها فرشته تاریکی و ظلمت را از روی آن مکان یا افراد برمی‌دارند. پایان فصل 14. فصل 15. فرشتگان مقرب. فرشتگان مقرب در طبقه بندی سلسله مراتب فوق فرشتگان دیگر هستند. میلیون‌ها فرشته مقرب در سراسر عالم وجود دارد. البته تعداد کمی از آنها با کره زمین در ارتباطند. این موجودات متعالی و مقتدر که جایگاهشان در خورشید بزرگ مرکزی است، قدرت و نور زیادی دارند و هر یک دارای بعد مذکر و مؤنث هستند. این 7 فرشته مقرب و جفت نوری همزادشان با پرتوهای 7گانه مرتبطند. این فرشتگان به همراه جفتهای همزادشان در زیر آورده شدند و عبارتند از پرتو 1 حضرت میکائیل و ایمان. میکائیل یعنی کسی که شبیه خداوند است. پرتو 2 حضرت جوفیل و کریستیان. جوفیل به معنی زیبایی خداوند است. پرتو 3 حضرت شموئل و نیکوکاری. شموئل یعنی کسی که خداوند را می‌بیند. پرتو 4 حضرت جبرائیل و امید. جبرائیل یعنی خداوند قدرت من است. پرتو 5 حضرت رافائل و مریم. رافائل یعنی خداوند شفا بخشیده. پرتو 6 حضرت اوریل و سپیددم. اوریل به معنی آتش خداست. پرتو 7 زادکیل و آمیتیس. زادکیل به معنی درستکاری و پرهیزگاری خداوند است. هر فرشته مقرب به یک عنصر خاص مرتبط است. ممکن است علامت خورشیدی شما نشان دهد که فرشته مقرب شما کیست. میکائیل با عنصر آتش مرتبط است. برج حمل، اسد، قوس. جبرائیل با عنصر آب مرتبط است. برج سرطان، عقرب، حوت. رافائل با عنصر هوا یا اتر مرتبط است. برج جوزا، میزان، دلو. اوریل با عنصر خاک مرتبط است. برج سور، سنبله، جدی. هرگاه شما از این 7 فرشته مقرب درخواست کمک می کنید، نوری عظیم، وجد و سرور و حمایت نصیبتان می شود. یکی از مهمترین و قویترین درخواست ها چنین است: همکنون از فرشته مقرب و با عظمت حضرت میکائیل متواضعانه درخواست می نمایم که سمت راست من قرار گیرد. لطفاً شهامت و قدرت را بر سر من بباران و نتایج تلاش‌هایم را مثبت بگردان. طلب می-کنم که تمام رشته‌ها و وابستگی‌های منفی مرا با شمشیر خود قطع فرمایید.
لطفاً زره حمایت را که به رنگ آبی تیره است بر من بپوشان که جزو برترین و خالصترین رنگ‌هایی است که وارد حاله من می‌گردد. سپاسگزارم. برای چند لحظه مکث کنید تا فرشته مقرب بتواند این کار را انجام دهد و با هر آنچه او برایتان آرزو دارد ارتباط برقرار کند. سپس ادامه دهید: همکنون از فرشته مقرب و با عظمت حضرت جبرائیل متواضعانه درخواست می نمایم که با پرتو سفید رنگ خالص سمت چپ من قرار گیرد. لطفاً انرژی خالص سفید رنگ را بر حاله من بباران و مرا برای انجام دادن کارهایم و در راه زندگیم راهنمایی کن. طلب می کنم که همکنون نمادها و نشانه‌هایی را که در رسالت زندگیم وجود دارند بر من بنمایان و برایم فعال نما. لطفاً شادمانی، رحمت، وضوح و شفافیت، درک و فهم، بخشش و نظم را به زندگیم وارد کن. سپاسگزارم. برای دقایقی صبر کنید تا فرشته مقرب حضرت جبرائیل بتواند این درخواست را برآورده سازد و آنچه را به صلاحتان است برایتان به ارمغان آورد. همکنون از فرشته مقرب و با عظمت حضرت اوریل متواضعانه درخواست می نمایم که در جلوی من قرار گیرد و حاله مرا با رنگ ارغوانی و طلایی خرد و صلح پر کند. لطفاً تمام تضادهای زندگیم را رفع کن و با آرامش، صفا و نوع‌دوستی جایگزین فرما. طلب می کنم تمام زنجیرها و قفل‌های ذهنی و احساسی مرا باز و مرا از همه این ترس‌ها رها کنی. سپاسگزارم. برای دقایقی صبر کنید تا فرشته مقرب حضرت اوریل بتواند این درخواست را برآورده سازد و آنچه را به صلاحتان است برایتان به ارمغان آورد. همکنون از فرشته مقرب و با عظمت حضرت رافائل صاحب پرتو سبز رنگ متواضعانه درخواست می نمایم تا پشت من قرار بگیرد. لطفاً شفا و فراوانی را بر من بباران. مرا در سفرهایم محافظت فرما و عدالت، حقیقت و بصیرت را به من نشان بده. سپاسگزارم. برای دقایقی صبر کنید تا فرشته مقرب حضرت رافائل بتواند این درخواست را برآورده سازد و آنچه را به صلاحتان است برایتان به ارمغان آورد. همکنون از فرشته مقرب و با عظمت حضرت شموئل متواضعانه درخواست می نمایم تا پرتو صورتی رنگ را بر سر من بباراند تا شعله عشق در قلبم فروزان گردد. لطفاً به من کمک کن تا با خودم و با همه آن کسانی که خواسته یا ناخواسته باعث اذیت و آزارشان شدم مهربانی و شفقت کنم و ببخشایم. همکنون قلب مرا به میزان گنجایش درونم و در سطح کیهانی بگشای. سپاسگزارم. برای دقایقی صبر کنید تا فرشته مقرب حضرت شموئل بتواند این درخواست را برآورده سازد و آنچه را به صلاحتان است برایتان به ارمغان آورد. همکنون از فرشته مقرب و با عظمت حضرت جوفیل متواضعانه درخواست می نمایم
تا نور طلایی رنگ خرد و اشراق را از طریق مرکز تاج سرم بر من بباراند. بگذار خرد شما در من روشن گردد. ذهن مرا الهام ببخش و یاریم کن تا بتوانم در حد توان بیاموزم و تعلیم دهم. لطفاً همکنون خردی را که من در طول زندگیم اندوختم برایم روشن و فعال ساز. سپاسگزارم. برای دقایقی صبر کنید تا فرشته مقرب حضرت جوفیل بتواند این درخواست را برآورده سازد و آنچه را به صلاحتان است برایتان به ارمغان آورد. همکنون از فرشته مقرب و با عظمت حضرت زادکیل صاحب پرتو انوار بنفش رحمت، وجد و سرور و تغییر دهنده قلب ها متواضعانه درخواست می نمایم تا پرتو نور بنفش را بر حاله من بباراند. لطفاً تمام حالات منفی مرا آزاد و ناپدید نما و آنها را با شادمانی، تدبیر و شکیبایی جایگزین فرما. سپاسگزارم. برای دقایقی صبر کنید تا فرشته مقرب حضرت زادکیل بتواند این درخواست را برآورده سازد و آنچه را به صلاحتان است برایتان به ارمغان آورد. همکنون حاله شما با انرژی فرشتگان مقرب پر شده و شما به حضور متعالی خودتان یعنی حالت من هستم اتصال پیدا کرده اید. فرشتگان مقرب و با عظمت بر کسانی ظاهر می شوند که آمادگی آن را دارند. هنگامی که شما با این موجودات معنوی کار می کنید می توانید از آنها دریافت کمک کنید و بخواهید که به نحوه خدمت رسانی و کارما یوگایتان قدرت بیشتری ببخشند. کارما یوگا. از فرشتگان مقرب بخواهید که انسانها را احاطه کرده میزان آگاهی آنها را گسترش دهند، به ویژه کسانی که موقعیت خاصی دارند و می توانند تأثیرات قابل توجهی بر دنیا بگذارند. پایان فصل 15. فصل 16. فرشته مقرب حضرت میکائیل. فرشته مقرب و با عظمت حضرت میکائیل فرشته شهامت و دلیری، قدرت و محافظت است. اگر از او طلب یاری کنید، او با شمشیر و سپری که در دست دارد در سمت راست شما خواهد ایستاد و آماده است تا از شما محافظت کند. او با ردای آبی پررنگ خود شما را در بر می‌گیرد تا هم از لحاظ فیزیکی و هم از لحاظ روانی از شما مراقبت کند. او یک فرشته مقرب محافظ، فرمانده کل و رهبری استوار و مقتدر است. فرشته مقرب حضرت میکائیل به شما ابتکار و خلاقیت، قدرت اراده، تحرک و پویایی، انرژی و زنده‌دلی عطا می کند تا بدون تلاش‌های طاقت فرسا و نگرانی راهتان را در زندگی بپیمایید و رسالتتان را به طور کامل به انجام برسانید. همچنین یاریتان می کند تا خصوصیات مدیریتیتان را تقویت کنید و قوی، متمرکز، استوار و موفق باشید. پرتو همزاد او ایمان است و همان گونه که از نامش پیداست اطمینان و یقین شما را بالا میبرد تا بتوانید مأموریتتان را در این دنیا به انجام برسانید. آنها یعنی میکائیل و همزادش فرشتگان مقرب پرتو اول هستند، کسانی که ارتباط نزدیکی با فرشته مقرب حضرت میکائیل دارند قوی و نیرومندند، چه در تجارت، کارهای نظامی و پلیسی
و چه در امور دیگر. کسانی که کیفیات الهی این پرتو را از خود بروز می‌دهند با انگیزه، مشتاق، قوی و حامی افراد نیازمند هستند. تجلی کیفیات سطح پایین پرتو اول به صورت خصوصیاتی نظیر غرور، تکبر، میل به مهار دیگران، فقدان احساسات و کم تحملی تجلی می‌یابد. حتی اگر احساس خطر می‌کنید، حضرت میکائیل را صدا بزنید. همچنین او از اموال و دارایی‌هایتان محافظت می‌نماید. از او طلب کنید که شب هنگام یا زمانی که خانه نیستید از منزلتان مراقبت کند. من این نامه را از یکی از افرادی که در کارگاه هم حضور پیدا کرده بود دریافت کردم. من و همسرم به دلیل مسائل مالی تصمیم گرفتیم که وسایل خانه‌مان را بیمه نکنیم. البته من همواره از فرشته مقرب حضرت میکائیل درخواست محافظت از محیط داخل و خارج خانه را می نمایم. پس از آن به اتفاق برادرزاده‌ام دانیال به کلاس‌های معنوی شما آمدیم. از آن پس حالات روحی دانیال تغییر کرد و انرژی‌های مختلفی را تجربه می‌کرد. 1 ماه پیش وقتی به خانه برمیگشتیم، نزدیک خانه او سرش را بالا برد و ناگهان با رنگ پریده گفت: عمه، یک فرشته بزرگ با شمشیری در دست بالای پشت بام نشسته. من می‌دانستم که او یکی از فرشتگان محافظ میکائیل است. سوزی آنتونی در موارد متعددی توسط فرشته مقرب حضرت میکائیل از مرگ نجات یافته بود. او که معتاد به کوکائین بود، اولین تجربه نزدیک به مرگش در اثر زیاده روی در مصرف انواع مواد مخدر قوی بود. وقتی که به حالت مرگ ظاهری یا اغما رفته بود، احساس می کرد که روحش از بدنش جدا می شود و در همان حال یک جسم بسیار درخشان که همچون ستونی از نور آبی کبود رنگ بود به او نزدیک می شد و او نظاره می کرد. او خود را میکائیل معرفی کرد. بعدها سوزی دریافت که او همان فرشته مقرب بوده است. سوزی در حالت اغما سرشار از آرامش، عشق و مهربانی و محبت فوق درک بشری شده بود و به تدریج توانست تمام زندگیش را مرور کند. فرشته میکائیل به او نشان داد که شخصیت اصلی او با نفرت و بیزاری از خویشتن و ناامیدی پر شده بود. از سوی دیگر او قبل از تولدش قرارداد مقدسی در زندگی بسته و عهد کرده بود که نور عظیمی را با خود به زمین بیاورد تا پرتو آن را بر تاریکی و ظلمت سیاره زمین بیفکند، ولی او این پیمان را فراموش کرده و انجام نداده بود. در آن حال سوزی دریافت که روحش خرد و قدرت شفابخشی بسیار بالا و عظیمی در خود دارد. او 2 راه انتخاب داشت: یکی اینکه در آرامش آن دنیا بماند یا اینکه به زمین بازگردد و با عطایای جدید و راهکارهایی که فرشته مقرب حضرت میکائیل به او بخشیده بود پیمانی را که در خصوص سیاره زمین بسته بود به انجام برساند. سرانجام او به جسمش بازگشت و توانست کاملا جسمی را که به خاطر استفاده از مواد مخدر تباه و نابود شده بود شفا ببخشد. سوزی درباره ملاقات‌های بسیار حیرت انگیزی که با فرشته مقرب حضرت میکائیل داشته کتابی نوشته است. در مورد دیگری نیز نمونه‌ای داشتیم که در اینجا ذکر می‌کنم. نورا از جمله افرادی بود که در کارگاه‌های فرشته شناسی و برقراری ارتباط با آنها شرکت کرده بود.
او پس از شرکت در کلاس برایم این چنین نوشت: همکنون من در زندگی بسیار احساس امنیت می کنم، چیزی که طی 10 سال گذشته به دلایلی از آن محروم بودم. احساس می کنم که فضا و پیرامونم پر از عشق و توجه به من است. هیچگاه تصور چنین حال خوشی را هم نمی کردم. واقعاً تجربه منحصر به فردی است. نورا همواره از رفتن به دندانپزشکی وحشت داشت، اما گفت اکنون که با دنیای فرشتگان آشنا شده، از فرشته مقرب حضرت میکائیل خواسته تا او را برای رفتن به دندانپزشکی آماده کند و جرأت و شهامت لازم را به او ببخشد. پس از این درخواست او کاملا احساس امنیت، صلح و آرامش می‌کرده و دریافته که تنها نیست. و این حس و حال خوب در دفعات بعدی هم که به دندانپزشکی مراجعه کرده در وجودش بوده است. سربازان فرشته مقرب حضرت میکائیل به محض درخواست کمک از راه میرسند. داستان جما در آفریقای جنوبی جالب است. او میگوید: من در خانه‌ام تنها بودم که ناگهان 5 مرد سیاه‌پوست وارد خانه‌ام شدند و دست و پایم را بستند. در منطقه‌ای که من هستم تجاوز و سرقت زیاد است. خیلی ترسیده بودم. به یک باره دیدم که از کالبد جسمیم بیرون آمدم و همه چیز را از بالا می‌نگرم. فرشته ای آمد و به من گفت که کاملا آرام و ساکت باشم. او گفت تا زمانی که آرام باشم همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. وقتی به جسمم بازگشتم و دوباره چشمهایم را گشودم، احساس کردم که در آرامش کاملم. آن مردها هیچ آسیبی به من نرسانده بودند. همه دارایی مادیم را از دست داده بودم، ولی از لحاظ معنوی همه چیز به دست آورده بودم. در حقیقت کل مفهوم زندگی با این تجربه از فرشتگان برایم عوض شد. همچنین شما می توانید از فرشته مقرب حضرت میکائیل بخواهید از کسانی که دوستشان دارید محافظت نماید. قدرت او به آنها شجاعت و امنیت می دهد. اگر از او بخواهید که با زره آبی تیره خود که نمادی از محافظت و مراقبت است آنها را در بر گیرد، این کار را انجام می دهد و سبب می شود که انرژی منفی دیگران به افرادی که دوستشان دارید برخورد نکند و آنان احساس اطمینان خاطر و قدرت بیشتری کنند. اگر بخواهید از طریق نور فرشته مقرب حضرت میکائیل به ارتقای انسانیت در این سیاره کمک بیشتری کنید، می توانید این کار را برای آشنایان و حتی غریبه ها و دیگر افراد نیز انجام دهید. کارما یوگا. از فرشته مقرب حضرت میکائیل بخواهید که با زره آبی تیره خود از شما، دیگر انسانها و مکانهای آشنا یا ناآشنا محافظت کند. شاید دعای شما با نیاز کسی در جایی تقارن پیدا کند و شخصی را از خطر و صدمه فصل 17 فرشتگان محافظ تحت فرمان حضرت میکائیل. قدرت فرشتگان شگفت‌انگیز است. آنها به معنی واقعی کلمه می توانند انسانها و اشیا را از بعد فیزیکی خارج کنند و دوباره تجسم مادی ببخشند. هنگامی که فرشتگان به شما قدرت می بخشند، در میدانی از نیروی عشق قرار می گیرید که هیچ چیز نمی تواند به شما آسیب برساند. حضرت میکائیل فرمانده فرشتگان محافظ است. به داستانی در این زمینه توجه کنید.
خانومی تعریف کرد که در 10 سالگی عادت داشت در استخر منزل پدرش شنا کند. وقتی که می‌خواست درون آب شیرجه بزند، احساس کرد که کسی او را بلند کرد و به عقب کشید. همزمان داخل خانه نیز برق رفت. او شوکه شده بود. بازگشت و به رخت خواب رفت. فردا صبح وقتی داستان را برای پدرش تعریف کرد، او کنار استخر آمد تا موضوع را بررسی کند و دید که کابل برق در آب افتاده بود. واضح است که زمان مرگ این خانم فرا نرسیده بود. وقتی فرشته‌ای زندگی شما را نجات می‌دهد، نشانه بیداری و تلنگری است که باید روش زندگیتان را تغییر دهید. فرشتگان همواره از شما محافظت و مراقبت می‌کنند. پیتر فلدمن نه یک بار بلکه 2 دفعه توسط فرشتگانش نجات پیدا کرد. روح پیتر تصمیم گرفته بود که او درسی بگیرد و این چنین نیز شد. یک روز پیتر داشت با سرعت خیلی زیاد از یک سرپایینی به سمت خیابان اصلی می رفت و دید نداشت که ناگهان به ترافیک خورد. پیتر ترمز کرد ولی ترمزش نگرفت و ماشین به سمت اتومبیل‌های مانده در ترافیک سر خورد. او کاملا مرگ را جلوی چشمانش دید و مطمئن بود که کشته می شود. اما به یک باره گویی معجزه‌ای رخ داد و یک فضای خالی باز شد و ماشین او به سمت آن فضای خالی پشت جدول پیاده رو رانده شد. او واقعا از این اتفاق معجزه‌آسا شوکه شده بود. 5 روز بعد جلوی خانه‌اش در حالی که داشت از اتومبیل پیاده می‌شد، مردی جلویش ظاهر شد و اسلحه‌ای روی شقیقه‌اش گذاشت. پیتر به او گفت ماشین را بردار و برو، اما شلیک نکن. اما آن مرد همچنان آنجا ایستاده بود و او را تهدید می‌کرد. پیتر که کلی ترسیده بود فریاد زد و مرد نیز گلوله‌ای در شکم او خالی کرد. سپس اتومبیل را برداشت و رفت. پیتر در خون خود غرق بود. همسرش صدای فریاد او را شنید و به پلیس زنگ زد. آنها منتظر آمبولانس بودند که ناگهان پیتر دریافت حسی از گرما و عشق او را در بر گرفته است و یک فرشته نورانی او را نگاه داشته است. او از فرشته پرسید من دارم میمیرم؟ و فرشته پاسخ داد نه، تو خوب خواهی شد. کارهای زیادی در اینجا داری که باید انجام دهی. آن گلوله اندامهای حیاتی او را آسیب جدی زده و از بین برده بود، اما او حالش خوب شد و زنده ماند. همکنون پیتر یکی از بهترین و مستعدترین روزنامه نگاران است و این شهامت را دارد که درباره فرشتگان مطلب بنویسد و سخن بگوید. در این مدت موارد بسیاری شنیدم که افراد در شرایط مختلف و حاد زندگی مثل رانندگی در جاده‌های خطرناک و هر آنچه خطر جانی داشته از فرشتگان درخواست کمک کردند و آنها نیز بیدرنگ اجابت کردند. کارما یوگا. به آرامی بنشینید و فرشتگان را به سوی کسانی که به کمک و محافظت آنها احتیاج دارند هدایت کنید. می توانید این کمک و محافظت را برای یک فرد یا افراد و یک مکان مشخص طلب کنید، یا اینکه یک دعای کلی برای فرشتگان کنید تا آنها به افراد نیازمند حمایت یاری رسانند. پایان فصل 17. فصل 18. حضرت میکائیل رشته ها را قطع می کند. شما می توانید در زندگی هر چیزی داشته باشید، اما وقتی به آن وابسته هستید
در واقع مقید و در بند آن هستید. مثلا می توانید یک خانه زیبا برای زندگی داشته باشید، اما اگر آن را برای حس امنیت بخواهید، یک رشته روانی شما را به آن خانه متصل می کند. می توانید یک شغل موجه داشته باشید و ثروتمند باشید، اما اگر شغل یا ثروتتان را برای بالا بردن ارزشتان بخواهید، در اصل شما یک برده هستید. حتی می توانید ارتباط عاطفی عمیقی داشته باشید، اما اگر این روابط تبدیل به یک وابستگی شود، رشته‌های روانی ظریفی شما را به شریک عاطفیتان متصل می کند و دیگر آزاد نیستید. تمام این مسائل بال و زنجیرهایی هستند که شما را در ابعاد سطح پایین انرژی نگاه می دارند. همچنین ممکن است به خاطرات تلخ و دردآور، جراحات، خشمها، حسادتها و صدها حس یا عقیده منفی دیگر متصل باشید که شما را همچنان در سطح پایین انرژی نگاه دارد. انسانی که در راه تعالی قدم برمی‌دارد نیز می‌تواند خواسته‌های گوناگون و ثروت و دارایی داشته باشد، اما نکته مهم اینجاست که نباید به آنها وابسته و در قید و بندشان باشد. انسان وارسته همواره آزاد و رهاست. شما می توانید از فرشته مقرب حضرت میکائیل درخواست کنید که با استفاده از قدرت و سطح انرژی بالایش رشته‌هایی را که شما را به گذشته متصل کرده قطع گرداند و شهامت و قدرتی به شما ببخشد تا بتوانید به جلو و به سوی زندگی بهتر و جدیدتری حرکت کنید. زمانی که فرشته مقرب حضرت میکائیل از قدرتش برای قطع رشته‌های غیر ضروری که به گردن انسان‌ها و موقعیت‌ها انداخته شده استفاده می‌کند، این عمل تأثیر شگرفی بر مکان زندگی آن افراد و همچنین سلامتی آنها دارد. جکی روکسبورو داستانی از شهامت، صبر و معجزه برایم تعریف کرد. در فوریه 1994 پزشکان تشخیص دادند که او مبتلا به دیابت است و شدیداً بیمار شد و علت اصلی آن نیز به غده تیرویدش مربوط می شد. او قویاً اعتقاد داشت که ما قادر به حل مشکلات اینچنینی هستیم و یک سری روش‌های مکمل درمانی فیزیکی و متافیزیکی را پیش گرفت. او به رغم رضایت پزشک و بدون استفاده از انسولین حدود 2 سال روی خودش کار کرد. در طول این مدت خیلی لاغر شد و قوای بدنیش تحلیل رفت و در آخر مجبور شد که از انسولین استفاده کند، اما به تدریج بدنش در مقابل پذیرش انسولین از خود مقاومت نشان داد. بدین ترتیب 2 سال دیگر هم گذشت و او روزها و هفته‌ها در بستر بیماری بود. در چنین شرایط بحرانی او یک پزشک متخصص را ملاقات کرد که کلینیک تخصصی تیروئید را اداره می کرد. طی مدت 4 روز علائم بهبود در او آشکار شد و دنیای تیره جلوی چشمانش کنار رفت، اما باز هم بیمار شد. این بار پزشکش اظهار داشت که او بیماری بسیار سختی دارد که به ورم موقت رگ‌ها معروف است و هر آن احتمال مرگ ناگهانیش وجود داشت. جکی مردد بود که دارو استفاده کند یا نه. دکتر نیز مطمئن نبود و با افراد متخصص در این زمینه مشورت کرد. همگی این تشخیص را تایید کردند. زندگی او در معرض خطر جدی بود. هر روز از او آزمایش خون می گرفتند و خبرهای بدی به او می دادند.
هر هفته جکی هراسان‌تر از قبل میشد تا اینکه با دکتر مشورت کرد که دارو استفاده کند و اگر آخرین آزمایشش همان یا بدتر بود میبایست که یک بیوپسی نمونه برداری از بافت میداد. اوضاع به همین منوال گذشت تا اینکه او با یک درمانگر معنوی ارتباط برقرار کرد و او به جکی گفت که از فرشته مقرب حضرت میکائیل درخواست کمک کند. او از فرشته مقرب تقاضا کرد که رشته‌ها و وابستگی‌های غیر ضروری را با قدرتش قطع کند تا او بتواند وضعیت را به وضوح و درستی ببیند. این زمان لحظه بسیار حساسی در زندگی او بود. فرشته مقرب حضرت میکائیل تمام گره‌ها و بندهای زمینی را از او گشود و او در کل احساس آرامش کرد. روز بعد آزمایش خون دیگری از او گرفتند. باز هم به شدت غیر طبیعی بود. شب هنگام او در حالت مراقبه درخواست کمک بیشتری کرد تا او را برای کاری که گریزی از آن نبود آماده کنند. ناگهان در پایین تخت خوابش موجود درخشان و زیبایی را به شکل یک فرشته با نور طلایی مشاهده نمود. تابش و تشعشع نور طلایی نفسگیر و مملو از عشق خالص بود. او از روز پیش بیشتر احساس آرامش می‌کرد. روز بعد پزشک به جکی زنگ زد و گفت که جواب آزمایش کاملا سالم و طبیعی بوده است. این زن زیبا و شجاع در نامه‌ای برایم نوشت: اگرچه تا مرز حقیقت و ایمان پیش رفتم، هنوز هم به سفرم برای کسب سلامتی به عنوان تجربه‌ای بسیار مثبت و روشنگر می‌نگرم. وضعیت سلامتیم اکنون خیلی بهتر است و از لحاظ روحی سعی می‌کنم سطح آگاهیم را بالاتر ببرم و علاوه بر این درک درستری از نقشم در زندگی دارم و این نقش روز به روز برایم روشن‌تر می‌شود. من اینجا هستم تا به کمک صدا و آوا به بالا بردن ارتعاش انسانیت در دنیا کمک کنم. به خاطر چنین وظیفه‌ای که به من عطا شده احساس تواضع و فروتنی می‌کنم. از زمانی که با فرشتگان کار می‌کنم، از فرشته مقرب حضرت میکائیل می‌خواهم که رشته‌های دربند کننده را قطع نماید. نور او می‌تواند انرژی منفی موجود در هسته اصلی مشکل را تغییر شکل دهد و دگرگون سازد. شما نباید بدون اجازه دیگران رشته‌های بین آنها را قطع کنید، زیرا در این صورت در اراده آزاد آنها دست برده و دخالت کرده اید. همچنین می توانید از فرشته مقرب حضرت میکائیل بخواهید تا رشته‌های جمعی که انسانیت و انسانها را اسیر و دربند خود ساخته قطع نماید. این دعا را نیز به بقیه دعاهایتان اضافه کنید تا او را قادر سازید که در این باره اقدامی انجام دهد. بارها شاهد بوده و هستیم که مردم یک کشور به خاطر جنگ‌هایی که مدت‌ها قبل در گرفته یا بی‌عدالتی‌ها خشم‌های فراوانی با خود حمل می‌کنند. این خشم‌ها آنها را در بند اسارت خود نگاه می‌دارد، یا مثلا یک عده از مردم در بند ترس از یک سری بیماری‌های خاص هستند. بعضی‌ها از لحاظ روانی به شکل فکری ایدز چسبیدند، همچنان که ترس آنها این فکر را به سمتشان می‌کشد. این افراد خود را به سوی این بیماری‌ها سوق می‌دهند. در برخی کشورها بسیاری از مردم به این عقیده جمعی چنگ زدند که میبایست ثروت مادی زیادی داشته باشند تا در اجتماع و بین مردم ارزشمند و موجه محسوب شوند.
در برخی جوامع دیگر نیز مردم معتقدند که هیچ راهی برای فرار از فقر وجود ندارد. در بعضی مذاهب نیز اعتقاد به شکنجه و عذاب دارند و بدین ترتیب آن را به سمت خود می‌کشانند. همکنون زمان آن فرا رسیده که انسان بیدار و آگاه این عصر از فرشته مقرب حضرت میکائیل درخواست نماید تا ایشان این اشکال فکری مخرب را قطع نماید و تغییر دهد. کارما یوگا در یک دوره زمانی مشخص و منظم از حضرت میکائیل طلب کنید تا رشته‌های روانی که شما را به یک فکر، شخص، وضعیت، شی، احساسات یا افراد منفی متصل کرده قطع نماید، به جز فرزندان نوجوان و جوان و خانواده‌تان. از حضرت میکائیل درخواست کنید که اتصال رشته‌های جمعی گروهی از مردم به عقاید و احساسات منفی در خصوص وقایع یا ترس‌های گذشته را قطع کند و آنها را تغییر دهد. پایان فصل 18.